مرکز سودا بودنش اینچنین برای جلب سیاحان بسیار چیزها را دیدن ممکن است. از آن جمله کلانترین اکواریوم در روی دنیا موجود است که در آن اکولاها را دیدن ممکن است. میدان خوکی بازی هم هست. از دیگر مرکز سودا دیدن کردیم. بیرون 50-60 گرادوس گرم است. در درون آن مرکز سودا مکان لیژرانی است که مردم لباسهای زمستانه پوشیده وارد میشوند. توبه $7,000 توبه کن $7,000 در اون مغازه یک ساعت پرسیدم میگه که $7,000. گفتم برادر عزیز میبخشید در تاجیکستان عزیزی ما به $7,000 4 تا آپل 2 تا نیکسی میخری. مردم برج خلیفه را تماشا کرده بعد به دبی مال می‌دارند. 30 دقیقه از دبی مال دیدن میکنند و بلندگویک یک اعلان میشود که همه باز به بیرون میبرویند. در پایان برج خلیفه بعد هر یک 30 دقیقه بزم فواره ها میشود. تحت موسیقی این فواره ها برقص بازی می‌دارند که سیاحان از دو کانال دنیا تماشا میکنند و حیوانات میبرند. بیا میبینیم با هم. بزم فواره ها تا ساعت 11 شب ادامه می‌یابد و سیاحان آمدن و رفتن می‌گیرند. اینچنین در روی بینای برج خلیفه هر گونه نوارهای ویدیویی نشان می‌دهند که این در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. امارات متحده عرب از 7 امارات عبارت است: ابودابی، اجمان، دبی، شارجه، فوجیرا، رسول خیمه و ام القوین. پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی می باشد. اهالی امارات از 9,542,000 نفر عبارت است. زیاد از 10 میلیون مهاجر در شهرهای امارات کار و فعالیت می کنند. دبی شهر تجارتی می باشد که نمایندگی تمام شرکت های با نفوذ دنیا در آنجا وجود دارند. 40-50 سال پیش دبی یک بیابان ریگزار بود که همگی 10,000 اهالی داشت. با پیدا کردن طلای سیاه یعنی نفت در زمین های آنجا در این مدت کوتاه دبی به یکی از شهرهای پیشرفت‌ترین دنیا تبدیل یافت. حکومت امارات متحده عرب درک کرد که طلای سیاه تمام شوی دارد. از این سبب با ساختن بناهای بر هوا و مکانهای استراحتی برای سیاحان کشورش را به یکی از کشورهای سیاحی با نفوذ تبدیل داد. همه ساله زیاده از 20 میلیون سیاح به امارات متحده عرب سفر می کنند. درآمد سالانه امارات از حساب سیاحان 25-30 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. ساختمان بناها و مکانهای سیاحی با سرعت بلند تا حال در امارات ادامه دارند. برادران همینجور تمام شد. اگه با شما محبوب باشم یک تشویق